دیدی وقتی جنگ مرا پروندن تا پشت من تو گذیرم فهمیدی؟ نه درست تفاهم فهمیدی؟ شما کی خدا کی ژورنالیست نمیگیرم ژورنالیست دعوتی تشکیل دیدم که عبدالله جانов برآمد امریکا گریخت همه خواهد برآمد عبدالله جانov با جنگ میخواهد ما نمیخواهیم جنگ ما جنگ نمیخواهیم ایجاد خواب امریکا پشتیبانی کنه برای چی امریکا؟ برای چی خلق تاجیک خودش نه؟ تاجیکستان بچه خودش اداره کرده میتونه یا نه؟ همه این گوشت اینجا برای اینو نمیگه هیچ که اینجا جنگ نکرده هیچ که جنگ نیست اگر گوشت بعد دروغگویی کردن باش اومدن گفتن که خودی پاسول میبره با اومدن پاسول نیست اما این اون نباد جنگه یکم کسی در تشکیل کردگی نیست همه خلق هست این عکس میشه در فانوس بین لادن فهمیدین یا چه دیگه تروریستی پسی پرده عبدالملک عبدالله جان گفته انا فرمای چی دارد نه خیلی میسی بیانیه